بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. با عرض تسلیت به مناسبت رسیدن ایام شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی و امام علی ابن موسی رضا، امروز روی صحبتم رو با این مطلب شروع خواهم کرد که ما به چه علت باید توی سوریه و عراق می جنگیدیم و چرا ما اصلا با تو اون جنگ ها شرکت می کردیم. قبل از اون یه نکته رو بگم که یه تبریکی داریم برای مردم ایران. درست ایام ماه سفر ایام عزاست برای تشیع، ولی خب یه عرض تبریکی میخوام داشته باشم به ملت عزیز ایران با غرور و سرافرازی که امروز پهپاد سیمرغ رو در ارتش جمهوری اسلامی ایران رونمایی کردن که خلاصه بگم نقش کلیدی داره در انهدام سنگرهای فرماندهی و سنگرهای فرماندهی دشمن رو شناسایی میکنه و منهدم میکنه و رادار گریزه. خب بریم. خیلی اون موقع میگفتن آقا چه ربطی به ما داره ما تو سوریه بجنگیم؟ چرا باید بریم تو عراق بجنگیم؟ داعش به ما چه؟ مگه به ما حمله کرد؟ برای اینکه این قضیه رو بتونم براتون باز کنم باید برگردیم به مقداری به عقب، به جنگ ایران و عراق. کشور عراق، نه کشور عراق، رژیم بعثی با این صدام دیوانه افلقی یه موقعی به ما حمله کرد که اوضاع کشورمون و از اوضاع کشورمون بعد از انقلاب 57 هنوز تثبیت نشده بود، اما به محض حمله نیروهای صدام و نیروهای بعثی در ورودی خوزستان، باید یاد کنیم از کسایی مثل محمد جهان‌آرا، مدیون این خاک به محمد جهان‌آرا و کسایی مثل محمد جهان‌آرا، با تعداد کمی از نیروهای محلی، یه مقدار کمی از نیروهای ارتش که بودند هم تو قسمت مرزبانی و یه تعداد از کماندوهای شجاع ارتش جمهوری اسلامی ایران اونجا حضور داشتن، ولی از نظر تعداد و تجهیزات قابل مقایسه با عراق نبودیم. ولی توی خرمشهر تو ورودی جنگ بیش از 40 روز اون لشکر بزرگ و انتر و منتر خودشون کردن، اونجا نگرشون داشتن. با چی؟ با شجاعت و شهامت ایرانی، تأکید میکنم با شجاعت و شهامت ایرانی که ایمانی که از پرچم سرخ علوی گرفته میشه، از پرچم سرخ یا ابا عبدالله حسین گرفته میشه، تأکید میکنم با شجاعت و شهامت که مخصوص ایرانیاست زمینگیر شد. با تمام این حرفا جنگ شروع شد. 8 سال با چنگ و دندون از خاکمون دفاع کردیم، قیمتش رو پرداختیم. خیلی زیادی از شهدا، از جانبازان، اسرا و غیره مشکلاتی که به وجود اومد شاهد دفاع ماست. ایران عزیز بود. این جنگ بعد از هزینه‌های بسیاری که براش پرداختیم بالاخره تموم شد. اما چه اتفاقی افتاد بعد از جنگ؟ ایران صاحب تعداد زیادی فرمانده میدان دیده شد، اونم هم در ارتش، هم در سپاه، هم در بسیج، در نیروهای محلی، هم در امور فنی. کسایی مثل شهید تهرانی مقدم، شهید حاجی زاده، و هم در امور رزمی مثل بقیه فرمانده هایی که داریم و واقعا فرماندهی لایقشونه. یه ذره بیاین جلوتر، مسئله داعش شروع شد. منتها تو کجا به وجود اومد؟ تو عراق، تو سوریه. جنایات داعش شروع شد، اهداف کثیفشون. و اینکه یادمون باشه آقای پرزیدنت موطلایی خودش گفت، با زبون خودش گفت داعش رو آمریکا ایجاد کرد، آموزش داد. متاسفانه برخی از کشورهای مسلمان هم از لحاظ لوجستیک ساپورتشون کردن. 100% ساپورت، 100% چی؟ 1000% داعش رو شروع کردن به حمایت.
اینجا درایت فرمانده های ما سبب شد که ما در سوریه و عراق وارد میدان بشیم. چجوری؟ میخوام بگم که قبل از اینکه این صحبت ها رو کنم با احترام بسیار زیاد که من خاک پای کف تمام خانواده های شهدای مدافع حرم جانبازان هستم و با درود به روان تمامی شهدا تو این لحظه میخوام از یک زاویه دیگه میخوام صحبت کنم که چه اتفاقی افتاد تو این اعزام نیروهای ایرانی تو این دو جبهه. مثلا اگه ما مثال میزنیم 100 نفر رو وارد جنگ کردیم تو این میدان، بدبینانه ترین شکل 50% از این 100 نفر، از این ایرانی های عزیز، از این ایرانی های با غیرت، با تعصب، چون آدمی که تعصب و غیرت نشته باشه میدون جنگ نمیتونه بره آخه، 50%شون شهید و جانباز شدن. باز میگم مدیونمون شهدا هستیم، مردم یادتون نره. اما 50%شون به ایران برگشتن. به چطور؟ در قالب یه نیروی میدان دیده، یه نیروی معرکه دیده ای که الان آماده است، میتونه برداره 12,000 نفر رو فرماندهی کنه توی معرکه درگیری. چرا؟ چون جنگیدن توی جنگی که نفر رو به روایت اونایی که حاضر بودن تو میدان برای یک نفر یک موشک کرنت شلیک میکردن، موشکی که برای انهدام تانک شلیک میکنن، ولی انقدر امکانات داشتن برای یک نفر رزمنده یک موشک کرنت شلیک میکردن و اونا طاقت آوردن توی این معرکه جون سالم به در بردن. رزم آموخته برگشتن به ایران و چه نیروهای خدومی، چه نیروهای عزیزی، چه نیروهایی. یادم نمیره حاج قاسم راجع به حاج اصغر روح شاد، حاج اصغر راجع به حاج اصغر صحبت میکرد، میگفتش که سردار سلیمانی صحبت میکرد، میگفتش که ما یه نیروی داریم توی سوریه در سطح افسر. در سطح افسر میدونید یعنی اینکه مثلا سوتمان 1، سوتمان 2، سوتمان 3 مثلا، نهایتا سربان داریم از نیروی رزم ایران که تعداد بسیار زیادی سرهنگ سوری، سرهنگ از حزب الله فلان اینا زیر دستش دارن خدمت میکنن. حرف بسیار مهمیه. روح شاد حاج اصغر بابا. الان در دوره کنونی تعداد زیادی از فرمانده های دفاع مقدس از جنگ عراق حضور دارن، یه تعدادی به اضافه تعدادی از نیروهایی که با داعش جنگیدن، تجربه پیدا کردن، وسط معرکه بودن، وسط جنگ بودن و با داعش جنگیدن، پوزه داعش رو به خاک مالیدن. این تعداد نفرات میتونن فرماندهی نیروهای ایران رو تو معرکه‌ای که اگر به وجود بیاد تو جنگ زمینی به عهده بگیرن. یادتون باشه اگه جنگ زمینی ما شروع بشه، مثلا من میرم در میدان رزم، من دوره سربازی دیدم، با اسلحه ها میتونم کار کنم، میتونم RPG شلیک کنم، اما من نمیتونم فرماندهی کنم. فرمانده کسی میتونه باشه که تو معرکه جنگیده باشه، میدان دیده باشه. الان توی مرزهامون از سمت عراق و سوریه و قسمت‌های مختلف، البته به این دوتا مربوط میشه که به نزدیک به مرز ایران، اسرائیل، چه عرض کنم، باز گفتم الان اسرائیل یوتیوب ملعون ممکنه، آقای پرزیدنت تزویر آوردن تعدادی بین 8,000 تا 12,000 نفر نیروهای داعش رو سازماندهی کردن، دوباره آبادون داشون دادن، جمع کردن پشت مرزا به هدف چی؟ که تو موقعیت بعدی از اینا استفاده کنن برای جنگ زمینی. خب ما الان آمادگی داریم، چون فرمانده داریم، معرکه داریم، نیروی رزم هم داریم، خدا رو شکر. همونطور که باید تو نیروی هوایی و پدافند آماده باشیم، باید تو نیروی زمینی هم آماده باشیم که هستیم. پس به خاطر این وارد معرکه شدیم. هیهات من الله، براتون آرزوی سلامتی میکنم. ایرانی زنده باد.